الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 27 از آموزش توحید است. ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه باز بعضی از چیزهایی که بیان و شرح و توضیح معنای توحید را وسیعتر می کند و آشکارتر می کند به شما بیان کرده می شود. بدانید که الله سبحانه و تعالی به خودش دو نام را اختیار کرده است. یخلق ما یشاء و یختار. هر چیزی که الله خواهد خلق می کند و هر چیزی را که خواست اختیار می کند. سبحانه و تعالی به خودش دو نام را اختیار کرده است که ریشه اش باز به توحید باز می گردد، به یگانگی و تنهاگی. الواحد والاحد. الواحد، الاحد، هر دوی این نام از اسماء الله سبحانه و تعالی است. پس از اسماء الله، از نامهای الله تعالی، الواحد، الفرد و الاحد، واحد، فرد، احد، که این باز دلالت می کند که در حقیقت شأن توحید بزرگ است. حتی الله خودش را این چنین نامگذاری کرده است که یکتا و تنها و ببینید که احد. معنایش چیست؟ معنایش این است که الله سبحانه و تعالی این یکتاست، تنها است، اله است، معبود است، ذات هست که تنها است و یکتا هست و دویومین وجود ندارد. الله واحد است و احد است، یکتا هست و تنها است، دومین وجود ندارد. این چنین معبود دومین وجود ندارد، یکتاست، شریک ندارد. مانندی یگان چیز، یگان کسی به الله سبحانه و تعالی مانندی ندارد، نظیر ندارد، بی مثل و بی مانند و بی نظیر است. این دو نام یا که بگیرید این چنین فرد را هم، واحد، الفرد، الاحد، الواحد و الاحد، یا که فرد هم نام الله سبحانه و تعالی است. این نام دلالت به توحید می کند به دلالت مطابقه. این نام ها دلالت آشکار بر توحید می کند. دلالتش دلالت مطابقه است. یعنی دلالت مطابقه من است که آشکار این کلمه ها از همون ریشه توحید گرفته شده است. سبحان الله. پس این هم بزرگی و عظمت و مهم بودنی توحید را بیان می کند و باز معنای توحید را دوچند زیاد می کند. سبحانه و تعالی نامش الواحد است، الاحد است. یکی از همون 99 نامی که دارد، یکی از همون نامهایی که الله سبحانه و تعالی به من و شما خبر داده است، انمین است، الواحد و الاحد، که آشکار مطابقت می کند به معنای توحید، دلالت به معنای توحید می کند، دلالت مطابقه می کند. بارک الله فیکم. پس صفتی این دو اسم چگونه است؟ ما گفتیم هر یک نام الله صفت دارد. الواحد و الاحد صفتش چگونه است؟ این دو نام به من و شما یک صفت را خبر می‌دهد. صفت خبر داده این دو نام این است که وحدانیه، یگانگی الله سبحانه و تعالی را، تنها بودن و یکتا بودنش را. ذات را به من و شما خبر می‌دهد که شریک ندارد. الله یگانه است، وحدانیت، تنها است،
و با الله سبحانه و تعالی هیچ چیز شریک نیست، برابر هم نیست. پس تمامی چیزهایی که از خصوصیت الله سبحانه و تعالی هست ما باید تنها به الله صرف بکنیم و اعتقادمون نیز نسبت الله سبحانه و تعالی درست باشد سبحانه و تعالی. پس الله سبحانه و تعالی یگانه است در ذاتش، یعنی ذات الله خودش یکتا است، فرزند ندارد، زنی ندارد، پدر و مادری ندارد، احد است، واحد است، در ذاتش خودش یکتا است، در ربوبیتش هم یکتا است. ربوبیتش یعنی در رب، در خلق این زمین و آسمان، در رزق دادن این مخلوقایی که در زمین و آسمان وجود دارند، نگه داشتن زمین و آسمان و حکمی تنها الله سبحانه و تعالی در این زمین و آسمان جاری می شود. پس در ربوبیتش هم الله واحد است و یکتا است و این چنین تنها است و یکتا است و یگانه است در نامهایش و صفتهایش و فعلهایش و این چنین واحد و احد است در الوهیت و عبادتش. یعنی ما باید یگانه الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنیم، بجز الله به چیزی دیگری، به کسی دیگری، به ذات دیگری، به معبود دیگری، به اله باطل عبادت را انجام ندهیم. تمام نمود عبادت این باید به الله سبحانه و تعالی انجام داده شد و الله سبحانه و تعالی مستحق عبادت کردن است که من شما را خلق کرده است. هر ذاتی که من شما را خلق کرده است همون مستحق عبادت کردن است که این الله است، که این الله متوحد است با جلالش و با کمالش و جمالش، یعنی تنها است با جلال قدرتش، با کمالیت و کامل بودنش، با جمال زیباگیش و مستحق عبادت کردن و عبودیت است سبحانه و تعالی که یگانه است و شریک ندارد. ببینید که این نام الواحد و الاحد، یکتا و تنها، و الفرد، فرد هم یکتا، الله سبحانه و تعالی چگونه این نامهای بزرگ را بیان کرد که من همین نام را دارم. این نام هم دلالت به توحید میکند. پس از همین جهت هیچ کس به خودش این چنین نام گذاشته نمیتواند که من واحد هستم یا احد یا فرد هستم بگوید، بلکه ما میگیم عبدالواحد، بنده واحد، عبدالاحد، بنده احد، عبدالفرد، بنده فرد، یعنی بنده الله سبحانه و تعالی. این اسم الله سبحانه و تعالی، این نام الله واحد در قرآن 22 مراتب ذکر شده است. سبحان الله، در قرآن عظیم و شان اسم واحد در 22 مورد ذکر شده است و اما نام احد یک مرتبه در سوره توحید ذکر شده است. سوره توحید این سوره اخلاص است. یکمین آیتش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هو الله احد. زمانی که مشرکین، چگونه که به سند صحیح آمده است، مشرکین قریش به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند از ابو جهل و غیره: ای محمد صلی الله علیه و سلم، نسبی ربت را به ما بگو، نسبی الهت را بگو. نسب چیست؟ یعنی از کجا به وجود آمده است، پدرش هست، مادرش هست؟ یعنی این چنین سؤالی کفری، این سؤال شبهناکی شیطانی است که شیطان امروز هم به شما آوردنش ممکن است. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی که در نماز شما می ایستید و شیطان به شما وسوسه می اندازد و حتی میگوید که شما را الله خلق کرد، الله را که خلق کرد اعوذ بالله، در همین حالت باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگویید و در نماز و بیرون از نماز به طرف چپ شما یک کنایه از تف کردن 3 آرام تف 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 بگویید به طرف چپ بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتند. وقتی که مشرکین قریش این سؤال شیطان را به زبان آوردند و به رسول الله مطرح کردند و سؤال را پیشنهاد کردند، الله سبحانه و تعالی رسولش محمد صلوات الله ربی و سلامه علیه را امر کرد، گفت بگو ای محمد،
جبرائیل نازل شد از جانب الله سبحانه و تعالی علیه السلام و گفت قل، بگو که ای محمد صلی الله علیه وسلم، ای رسول الله، ای نبی الله، بگو که الله ما چی است؟ الله ما، معبود ما، اله ما، این الله احد است، یکتاست، تنهاست، واحد است. یعنی احد معناش واحد، اون ذاتی که پدر و مادر ندارد، اون ذاتی که تولد نشده است از کسی، اون ذاتی که فرزند ندارد. سبحان الله، ذاتی که یکتا است، ذاتی که هر کسی که میخواهد به نزدش برود راست تنها به نزد خودش میرود. هر کسی که خواهد که به الله سبحانه و تعالی عبادتی بکند، احتیاجش را بیان بکند، جلب منفعت و دفع مضرت بکند، راست تنها به خودش راز نیازش را میکند. ذاتی که به هیچ کس نیازمند نیست و تمام خلق به الله نیازمند است. الله غنی است، الله بی نیاز است. الله سبحانه و تعالی هیچ نیازی نه به من و شما، نه به عبادت من و شما، نه به دینداری من و شما، به یگان چیزی من و شما ندارد، نه به دنیای من و شما، نه به فرزند و مال من و شما، بلکه من و شما احتیاجمند الله هستیم. من و شما سبحان الله فقیر در نزد الله هستیم. من و شما شب و روز مثلی که نفس میکشیم با الله احتیاجمندی داریم. سبحانه و تعالی در حقیقت الله غنی هست از تمام خلق و مخلوقین و هیچ کسی مانند الله نیست، نظیر الله نیست، شبیه الله نیست و هیچ کسی برابر الله سبحانه و تعالی در یگان جانب برابر الله نیست. هیچ کس به مانند الله عبادت کرده نمی شود. عبادت غیر الله شرک است و کفر است و هیچ حکمی برابر حکم الله نیست. تنها حکم الله را اقرار میکنیم و اطاعت میکنیم و عبادت میکنیم. سبحانه و تعالی. پس ببینید برادران عزیز، این دلالت میکند که در حقیقت توحید شأنش بزرگ است. بعضی ها شاید بگن که اسم الله الواحد والاحد فرقش چیست؟ بله، بعضی از علما فرقهای را ذکر کردند. گفتند که واحد منفرد تنها بودن به ذات خودش هست، احد این تنها بودن به معنایش هست. لیکن عموما علمای اهل سنت والجماعت قول راجح همین است که در این مسئله فرق را زیاد ذکر نکردند. البته هر یک کلمه به خودش معنای خاصی دارد که الله سبحانه و تعالی میداند. و این چنین الله سبحانه و تعالی ببینید که خودش رو این چنین وصف کرده است به ویتر. ویتر هم معنای توقع، تنها را میدهد. واحد، الواحد، الاحد، الفرد، الویتر. اما ویتر نام نیست. الواحد، الاحد، الفرد این نام است. این نام های الله است. هم نام است و هم صفت دارد، برای که هر یک نام الله به خودش صفت دارد. اما ویتر این نام الله سبحانه و تعالی نیست، این صفت الله است. چگونه که در حدیث صحیح آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن ان الله ویتر یحب الویتر. الله ویتر است، تنها است، توقع است و دوست می‌دارد تنهایی را. پس این دلالت میکند که سبحانه و تعالی صفت هم بیان شده است، صفتش رو هم ویتر بیان کرده است. بارک الله فیکم. اما این چنین مسئله دیگر این است که علمای سلف کتاب‌های گوناگونی در مسئله علم توحید نوشتند و نام‌های خود را، نام‌های کتاب خود را توحید نامگذاری کردند. نام‌هایی که بیان کننده علم توحید بود در نزد سلف این امت، بمانند التوحید، کتاب التوحید، بمانند کتابی که ابن خزیمه رحمه الله نوشتند. نام کتابی که امام ابن خزیمه رحمه الله نوشتند، این عالم اهل سلف، یعنی یکی از علمای اهل سلف این امت هستند. عالم اهل سنت و الجماعت، علامه، امام، کتاب نوشتند به نام کتاب التوحید، کتاب توحید. مسائل هایی که مسائل توحید را در بر میگیرد،
ما به شما بیان میکنیم که کدام مسائل توحید است. و این چنین بعضی از علما نام کتاب خود را السنه مانده اند، اما این کتابشون در درونش مسئله توحید بود، پس توحید را به معنای سنه هم ذکر کردند. به مانندی مثالش کتابی السنه للخلال، امام خلال رحمه الله کتاب سنه نوشتن و در کتاب سنه توحید را بیان کردند. یا که کتاب الشریعه به مانند کتاب الشریعه للآجوری هم بعضی علما میگن، یکی از علمای بزرگ اهل سنت و جماعت، علمای سلف این امت، ابن خزیمه، خلال، آجری. یا که کتاب ایمان به مانند کتاب الایمان لابن منده، یا که اصول الدین. یعنی علمای اهل سنت و جماعت نام کتاب توحید را همچنین نام میگذاشتند. یا که بعضی از علمای دیگر نام کتاب توحید را گذاشتند العقیده، یا که علم اعتقاد به مانند کتاب الاعتقاد للالکایی، یکی از کتاب بزرگترین عقیده اهل سنت و جماعت که از 8 مجلد عبارت است. یکی از علمای عصر 3، یکی از علمای بزرگ به مانند اللالکایی نوشتند، استاد البربهاری صاحب کتاب شرح السنه، اللالکایی صاحب کتاب اصول اعتقاد اهل سنه. اعتقاد، علم توحید را اعتقاد میگفتند، چرا که در درونش البته مسائل اعتقادی جزئیاتش هم وجود داشت. یا که فقه اکبر به مانند کتابی که به ابو حنیفه رحمه الله نسبت داده میشد، اما این کتاب نسبتش به ابو حنیفه خلاف دارد. علما خلاف میکنند که آیا همین فقه اکبر 100% از ابو حنیفه است یا که نیست. بعضی از علما رد میکنند و این کار میکنند. با وجود این همه فقه اکبر هم یعنی فهم بزرگ توحید، از همه فهم مهمترین فهم بزرگ، اما متکلمین و اهل بدعت و فلاسف آمدند و نامهای دیگری را که خودشان در عصر خودشان به وجود آوردند این را نامگذاری کردند. از نامگذاشته های سلف نامگذاری که از قرآن و سنت التوحید، علم التوحید آمده است، یا علم سبحان الله عقیده و اعتقاد آمده است، یا سنت آمده است، این را قبول نکردند، بلکه نامهای دیگری به وجود آوردند نسبت علم توحید. علم کلام، علم الکلام، علم توحید را علم کلام گفتند. خیلی که در نزد اشعری ها، ماتریدی ها، سبحان الله مرجعه ها به تمامش، کلابی باشد یا که سبحان الله کرامی باشد یا که جهمی، به تمام نمودارش، یا صوفی ها آمدند توحید را علم کلام گفتند. یعنی گفتند آموختن توحید این به علم کلام ناممکن است. هر کسی که موحد شدن خواهد علم کلام خواند. علم کلام که خواندی همون روز دان که گمراه میشوی. چگونه که ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم شاگردی ابو حنیفه رحمه الله گفتند من طلب العلم بالکلام فقد جهل. هر کسی که علم را به کلام میخواند به تحقیق جاهل مانده است، میگویند در بعضی جاها گمراه شده است، میگویند. اما اهل بدعت متکلمین و این اهل ارجاء آمدند علم توحید را گفتند علم کلام، یعنی توحید را نه به واسطه قرآن و سنت بلکه به واسطه کلام میخوانید. از ارسطو سبحان الله از علم کلام. یا علم توحید و علم عقیده و علم سنت را آمدند و گفتند که این علم التصوف است. نام علم توحید را علم التصوف گفتند و به همین نام کتاب های زیاده نوشتند و در درونش خرافات و افسانه ها را جا کردند. یا علم الالهیات گفتند، یا علم الغیبیات، یا علم العقائد، یا علم الملل و النحل، یا که فکر الاسلامی. این چنین نام ها گذاشتند. این نام ها در عصر اول این امت، عصر اول، دوم و سوم و چهارم از علمای صدر اسلام و از علمای سلف این امت این چنین نام ها استفاده شده نبود به جای علم توحید، بلکه اونها چه خیلی که گفتیم علم توحید میگفتن، علم عقیده میگفتن، یا علم اعتقاد میگفتن، یا که علم السنه میگفتن. بارک الله فیکم. پس شما باید از این جهت هم با خبر باشید. شاید سوال بکنید که فرق بین عقیده و توحید چیست؟ عقیده و توحید آیا هر دوش یک چیز است یا که مختلف است؟ البته مختلف است. توحید این جزء از عقیده است. عقیده
در بر میگیرد توحید رو، توحیدی که این ایمان آوردن به الله هست، لا اله الا الله و غیره، و این چونین در بر میگیرد ایمان آوردن به ملائکه ها و رسول و کتب و روز آخرت و تمامی یعنی مسائل غیبی رو. پس علم عقیده عام هست اما توحید خاص است. توحید در درون علم عقیده هست اما عقیده در درون علم توحید میگیم داخل نمیکنیم، چرا که بله توحید رو هم عقیده گفته میشه، لیکن توحید این مغز عقیده بگوییم، توحید این مغز و اساس و اصل عقیده، بزرگترین مسئله عقیده توحید است. توحید عام است، یکی از جزئی مهمترین عقیده این توحید است. بمانند اینکه انسان یک جسم است اما از همه چیزی بگویم اساس انسان این قلب است، قلب در درون انسان است. این چنین توحید و عقیده به مانند انسان است، توحید به مانند قلب است، قلب انسان. بارک الله فیکم. توحید متعلق به شهادتین است. توحید به چی متعلق دارد؟ توحید به چی علاقه دارد؟ علم توحید چگونه علم است؟ چی می آموزد؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، ایمان به الله. چیز دوم توحید ربوبیت، توحید عبادت، یا که بگیم توحید علمی و توحید عملی، یا توحید سبحان الله المعرفة والإثبات والطلب، توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسماء و صفات. بلکه در عرف بسیاری از اهل علم وقتی که توحید گفته می شود توحید الوهیت رو می فهمند. سبحان الله. اما علم عقیده در بر می گیرد به همه آن مسائل هایی که به ایمان اسلام تعلق دارد و این چنین علم عقیده یعنی یکی از چیزهایی که به همون اهمیت می دهد این رد زدن و رد کردن و انکار اهل فرقه های مبتدعه و فرقه های مخالفین در مسائل اعتقادی که متعلق در مسئله قدر است و در مسئله صفات الله است و اسماء و صفات است، در مسئله نبوات است، در مسئله ایمان است و غیر این دیگر چیزهایی که هست. علم عقیده به همین اهمیت می دهد که به فرقه های باطل در مسائل عقیدوی باید رد زده شود، به اهل ارجاء، به خوارجین، به جهمی و مرجئه و غیر، اهل کلام و منطق و جواب به شبهه های عقلی اونها و غیره. بارک الله فیکم. از همین جهت ما میگیم که علم عقیده و علم توحید از همدیگر فرق دارد و توحید این مغز عقیده است. عقیده عام است و توحید خاص است و توحید از جزهای مهمترین مغز عقیده است. ممیزات عقیده توحید و خصوصیاتش چی است؟ خصوصیات و تمیزات عقیده توحید داشتن است که وسطیه بودن. یعنی توحید این یک علم است که نه شما را به افراط میبرد نه به تفریط، نه شما بی‌پروا میشید نه غلو و خوارج میشید، یعنی نه مرجئه میشوید و نه خوارج میشوید. کسی که توحید را نمیداند، از عقیدت توحید بیخبر است، ببینید یا که مرجئه هست، طاغوت پرست است، گمراه است. به اسلام خدمت میکنم گفته شب و روز توپ خورده دو میگردد که میبینید به طاغوت خدمت کرده، از خودش بیخبر است. این تقصیر دارد، این تفریط دارد، از سبب نفهمیدن توحید گمراه شده است. و یک قسم دیگر خودش را بهترین و افضلترین در روی دنیا، تنها خودش را مسلمان، دیگر را غیر مسلمان، تمامی همه را تکفیر میکند. حتی صحابه ها را میبینید که حتی اهل توحید را این خوارج است. خوارج افراط کرد و غلو کرد و از حد گذشت و زیاده روی کرد. مرجئه خوبثا به اهمیتی کرد و کمبودی کرد و دین را هر دوش از دستش داد. و عقیده توحید این تمام دین را اینچنین در بر میگیرد. وقتی که یک انسان را میبینی که موحد است، توحید سبب میشود که تمام دینش را انسان مستحکم بگیرد. آدم اگر موحد شد به دیگر دینش اهمیت میدهد، اما وقتی که موحد نشد داند که دیگر کاملیت دینش را از دست میدهد و داند که و باید بدانیم که این عقیده توحید این عقیده توقیفی است. یعنی علم توحید 100% از جانب الله و رسولش گرفته میشد، مجال اجتهاد ندارد و علم توحید علم غیبی است. یعنی از
الله سبحانه و تعالی و رسولش به ما خبر آمده است. و علم توحید تمایز خاصی دیگرش همین است که تمام شریعت های پیش از ما گذشته، شریعتی نصرانی باشد یا که یهودی باشد و دیگر شریعت ها باشد، شریعتی ابراهیم یا شریعتی نوح علیه السلام، دیگر شریعت های گذشته و دیگر پیامبران و رسولان گذشته، همه اشون به همین عقیده توحید اجماع کردن. یعنی دین همه پیامبران در مسئله توحید یکتا بود. و این چنینه که از تمایزهای توحید همین است که توحید هیچگاه نسخ نمی شود. یعنی توحید در یگان حالت برداشته، نابود کرده، انکار کرده نمی شود. همیشه توحید باید باشد، نسخ کرده نمی شود. نسخ معناش این است که امروز توحید در یک طرف می ایستد، به جای توحید دیگر چیز اجرا میکنیم، گفته نمی شود. خیلی که ما به اهل بدعت میگوییم، اهل بدعت میگن که این زمان است که در بعضی از مسئله ها توحید رو عمل کردن ناممکن است. مثلا در مسئله حکم، امروز میگن به حکم الله حکم کردن، ما میدونیم که توحید است، ما باید یگانه به حکم الله حکم کنیم، اما امروز دیگر علاجی نداریم. امروز از این افضلش هست که این چی است؟ به حکم غیر الله حکم کردن است. یعنی حکم الله گویا که نسخ شد و به همین خاطر مرتد شد. و علم عقیدت و توحید در حقیقت قلب انسان را چی میکند؟ یکی از تمایزاتش این است که آرام میکند، آدم را راحت میبخشد و آدم را، انسان را به الله سبحانه و تعالی نزدیک میکند. و مصدر و سرچشمه علم عقیدت و توحید این قرآن و سنت است. دو وحی است، وحی قرآن و سنت. هیچ مجال به نظر کردن و به فکر کردن و علم و کلام و اجتهاد و فکر و آن و این و زمانه و غیر زمانه وجود ندارد. وقتی که قرآن و سنت علم عقیده رو بیان کرد، ما باید قبول بکنیم. حاضر زمانه عصر 21 است، حاضر نمی شود، حاضر می شود، حاضر این است و آن است. گفتن این گپ مشرکین، این سخن مشرکین و طاغوت پرستان و طاغوتین و گمراهین و مبتدعین و مشرکین است، مرتدین است. من و شما میگویم وقتی که قرآن و سنت توحید را ثابت کرد، به ما رسید، سمعا و طاعتا، سمعنا و اطعنا، شنیدیم اطاعت میکنیم. ما میگویم که به حکم الله حکم کنید، میشنوند، میگن که امروز زمانه به ما نمیگذارد که به حکم الله حکم کنیم. اگر زمانه نگذارد، اگر شما قادر نباشید، پس شما ضعیفید. شما توحید رو آموزید، علم رو آموزید، امت رو از توحید باخبر کنید، صبر کنید، به شرک واقع نشوید. خودتون رو مسلمان دارید و به شرک واقع نشوید و مردم رو تربیت به توحید بکنید و خودتون رو اصلاح کنید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله یگان قومی رو تغییر نمیدهد تا همون زمانی که اولین قوم خودش رو تغییر ندهد. خودتون رو تغییر بدید، خودتون رو موحد سازید، البته الله سبحانه و تعالی به شما فرصت میدهد. اما شما بگید که ما ضعیف هستیم، حالا دیگر چاره نداریم، این معناش نیست که شما مشرک بشوید، معناش نیست که شما شرک رو انجام بدید. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده به شما فرق بین ربوبیت و توحید ربوبیت و الوهیت و توحید الوهیت و بسیار مسائلی که اینچنین تعلق به توحید دارد به شما بیان خواهیم کرد.